ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 31 ساله ساکن شهر وحدت با گمان قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی دستگیر کرده شد. گمان بر شونده شام 19 اپریل سال 2024 تقریباً ساعت 19:30 در حدود بازار مرکزی شهر وحدت بنابر سبب بحث بینشان به وجود آمده با مرد 46 ساله ساکن شهر مذکور جنگ و جنجال کرده با استفاده از آلات برنده و خرنده به شکمش یک مرتبه ضربه زده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت وزنی جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 28 ساله و جوان 20 ساله ساکنان نویه رودکی و شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت غارتگری دستگیر کرده شدند. گمان بر شوندگان 19 اپریل سال 2024 شبانه هنگام در کوچه جامع شهر دوشنبه قرار داشتنشان طریق آشکارا از جیب جوان 18 ساله ساکن پایتخت تلفن موبیلی تمغه ردمی و 220 سامانیش را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانده شده 720 سامانی را تشکیل می‌دهد. این چنین گمان بر شوندگان شب 19 اپریل سال 2024 تخمینا ساعت 22:30 باز هم در همان کوچه جامع پایتخت به یگان اساس مرد 30 ساله ساکن پایتخت را زیر لطکوب قرار داده طریق آشکارا و زوروری از داخل جیبش 500 سامانی و یک عدد تلفن موبیلی تمغه نوکیا را تصرف نموده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانده شده 900 سامانی را تشکیل می‌دهد. اوید بین حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چهاربینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 36 ساله ساکن شهر خوجند ماه آگوست سال 2020 با رای فریب به باوری مرد 46 ساله ساکن باباجان غفورов در آمده با مقصد فروختن قطعه زمین از او 250,000 سامانی گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال برنگردانیده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 4 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.